رضوی ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی. در مورد رضوی توضیحات کاملی قبلا داده شده در ویدیوهای گذشته، اما به این بسنده می‌کنیم که نام رضوی منسوب به رضا هست. احتمالاً ممکنه برگرده به امام رضا و به خاطر همین این گوشه در اسامی قدیمی دوران ساسانی یا دوران حتی اسلامی هم دیده نمیشه. به نظر میاد از دوره صفویه به بعد در موسیقی ایران وارد شده، اما از لحاظ حالت شبیه به مقام حسین و حسینی هست، چرا که در مقام حسین ما از مجنب تنینی تنینی استفاده میکردیم. در اینجا هم اگر در شور ره بخوایم در نظر بگیریم، از ره تا میکرون مجنب، میکرون تا فا مجنب، فا تا سل تنینی، سل تا لاکرون مجنب، لاکرون تا سی بمول مجنب، سی بمول تا دو تنینی و دو تا ره تنینی هست. و در از شاهد رضوی که دو باشه بین دو فاصله تنینی قرار میگیره، همون که در مقام حسین هم به این شکل بوده. رضوی که در از در دانگ دوم شور قرار میگیره، چون دانگ اولمون ره میکرون فا سل هست و دانگ دوم سل لاکرون سی بمول دو، به قول استاد پایور میتونه در دانگ اول هم اجرا بشه با تاکید بر روی نوت سل. و همچنین استاد کسایی گفتن که روح الارواح به تناسب و تکنیک نوازنده میتونه یا خواننده در گوشه رضوی اجرا بشه. در این ردیف وسعت رضوی از ره تا می بمول هست که یک نهم کوچک رو شامل میشه. دانگایی که در طول این قطعه استفاده شدن: ره میکرون فا سل، دانگ شور، سل لاکرون سی بمول دو دانگ شور، دانگ دشتی همزمان سل لا سی بمول دو دانگ دشتی هست، همزمان استفاده میشه. و بعد دو ره می بمول فا دانگ دشتی، کوک دو سل ره، سیم اول برابر با سی در تیونر، سی انگلیسی در تیونر کوک شده. دو سی دو 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 سی دو سی لا سل لا سی لا سل فا سل لا سی دو سی لا سی دو دو سی دو سی سی دو 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 سی دو سی لا دو سی سی لا لا سی دو سی دو دو سی دو دو سی دو دو ره ره سی دو دو لا سی سی دو دو دور دو سی لا سی سی دور دو سی لا سی سی دور دو سی لا سی سی دور دو سی دو سی سی دور دو سی دو سی دو سی دو سی سی دو سی sol la si si do la si sol la si la sol fa sol do si la do si la si do re do si do si do si do si do si do re si do do si do si do re si re mi re mi do re do re mi do re do re si do si do re si do si do la si la si do si la si do si la si do si la si si do si re si do la si sol la si la sol fa sol fa sol la sol la si la sol la si la sol la si la fa sol la sol fa mi sol fa re mi re fa mi fa sol fa sol fa sol la sol la sol fa fa mi fa sol fa sol fa mi fa sol la sol fa la sol fa sol fa mi re. رضوی که همچون یک ابوعطایی در شور دوم یعنی سلمک هست، حالا میفره دو گردش میکنه.
در اینجا هم ابتدا دو معرفی میشه به شکل دو سی دو دو، راست چپ تکریز تکریز. و مثل خیلی از گوشه ها که اول درجه جدید معرفی میشه بعد یه برگشت داریم و دوباره برمیگردیم روی شاهد جدید، اینجا با یک تحریر نشیب و فراز این کار رو صورت داره. دو به سی ریز میده، دو سی لا سول، راست چپ با تحریر عد برمیگرده عقب، لا سی لا سول فا، راست چپ سول لا سی دو سی لا یک اومدیم از سول به لا پایین، راست چپ انگشت اول میره رو سی دو تحریر اباعت هاست، راست چپ سی دو باز دوباره دو رو تثبیت میکنه. شعر حافظ با حالت کرشمه روی دو بیان میشه. دو سی لا مفاعلون فعلاتون، دو سی لا سی دو. حالا فرم نغمه سی، نغمه مخالف سگاه، سی دو ره تحریر فرازه، سی دو لا سی دو. این تحریر فراز یه پله عقب‌تر اجرا شد الان. بعد تحریر نشیب و فراز رو داریم، دو سی لا سی که لا کرون اسم زرد میاد، دو سی لا سی دو. هم تحریر زیرافکن دو سی راست چپ سی دو سی سول لا سی دو لا سی سولا. تحریر فراز و نشیبه، سول لا سی یک اومد پایین، دو لا سی سولا. حالا تحریر اباعت ها لا سی دو لا سول فا سول، تریل داریم روی سی. برای اشاره دارم به جلو. باز شعر تکرار میشه، دو سی لا لا سی دو. مصرع دومش دو ره دو سی دو. دوم میاد رو دو. تحریر جوادخانی رو خواهیم داشت، دو ره سی دو ره سی دو سی دو ره سی. یه پله بالاتر ره می دو ره می دو بمول اشاره داره، میاد یه پله عقب‌تر و خلاصه تر، دو سی دو ره. دو میاد انگشت اول که ره به می اشاره بده، سی دوم میاد رو سی یه پله عقب‌تر، سی دو لا لا سی دو. همون تحریر فرازی هست که قبلا هم تکرار شد، راست چپ راست. حالا تحریر شلالی دو سی به صورت دو راب چپ البته هست، دو ره سی دو لا سی سولا. با شلال هم البته میتونیم اجراش کنیم. آخری دو راب چپ ریز بود. و بعد با تحریر اباعت ها میخوایم فرود کنیم به سلمک، لا سی لا سول فا سول. حالا تحریر دلکش یا سلمک رو داریم، فا سول لا سول راست چپ راست لا سی لا سول لا یه پله عقب‌تر، فا سول دوم میاد رو فا، فاس می فا راست چپ می سول فا ره میاد رو شور اول ایست میکنه. حالا با تحریر عراق باز برمیگرده به سلمک، فا می فا سول فا راست چپ راست سول فا. انگشت اول میاد رو سول تحریر اباعت رو داریم، لا سول فا راست چپ تحریر چکاوک بود این آخری. و بعد با تحریر اباعت ها فا می فا سول فا سول راست چپ فا سول فا میر. اینجا با یه تک میتونیم اشاره به می بدیم و بعد بریم رو ره. انگشت اول میاد رو فا سول لا بکار سول فا لا سول فا سول فا می ره. و روی شروع اول ایست نهایی رو انجام. آخری هم که تحریر راک به حالت چکشی.